انتخاب لباس عروس فقط سلیقه و مد نیستش. یکی از مهمترین نکات فرم اندام شماست. بیاین با هم دیگه ببینیم که هر مدل لباس عروسی به چه فرم اندامی میاد. فرم اندام ساعدچنی، کمر باریک، بالاتنه و پایینتنه متعادل از نشونه‌های این فرم اندامه. بهترین انتخاب برای این فرم لباس‌های ماهی یا مدل‌هایی با کمربند برجسته است، چون زیبایی کمر رو خیلی بیشتر می‌کنه. تو فرم بدن گلابی، باسن پهن‌تر از شونه هاست. لباس‌های با یقه باز یا دکولته برای بالاتنه عالیه. دامن‌های ایلاین هم تعادل خیلی خوبی بین شانه و باسن به وجود میاره. تو فرم اندام سیب، شونه و بالاتنه پهن‌تر از پایین‌تن است. مدل‌های با دامن پف کمک می‌کنه که پایین‌تنه حجیم‌تر به نظر بیاد و تعادل ایجاد بشه. یقه‌های هفتم بالاتنه رو کشیده‌تر نشون میدن. اندام مستطیل یعنی بدون انحناء و خطوط بارز در شیپ بدن. لباس‌های پفی یا با جزئیات زیاد در قسمت دامن و بالاتنه خطای دید ایجاد می‌کنه و انحناء به اندام میده. مدل‌های کورستی هم کمر رو باریک‌تر نشون میدن. اگر قد کوتاه و یا اندام خیلی ظریف دارین، لباس‌های خیلی پفدار یا دنباله‌دار مناسب نیستن. بهترین انتخاب مدل‌های ساده و باریک و کشیده با دنباله‌های کوتاه تا قد شما رو بلندتر نشون بدن. پس یادتون باشه وقتی شما لباس عروس رو بر اساس فرم بدنتون انتخاب میکنین، هم توش زیباتر دیده میشین، هم احساس راحتی بیشتری دارید. حالا به من بگین فرم اندامتون چه شکلی هستش و کدوم از این مدل‌ها رو بیشتر دوست داشتین؟